سفر به دنیای فلسفه. آموزش مبادی فلسفه. با دکتر عبدالله نایبی. گرداننده احمد شاه راستا. بیننده های عزیز و هموطنان گرامی و دانش پژوهان و فلسفه پژوهان به اصطلاح، درود و سلام خدمت شما عرض میکنیم. امروز یک شنبه 19 ماه اپریل سال 2026 است و ما خدمت شما، یا دقیق تر بگویم جناب دکتر صاحب گرامی نایبی، 21مین برنامه امروزی را خدمت شما پیشکش میکنن زیر عنوان ماده، نفس، روح و ذهن، که البته امروز شما میبینین بخش نخست امی بحث کلانه که هر کدامش اگه سال هم صحبت شود کم است. جناب نایبی صحبت میکنن در موردش و با ویژه در مورد رازهای هستی مادی و آنچه را که انسان میبینه و آنچه را که هست در امی مورد صحبت میکنن. البته خدمت شما یک بار دیگه به خاطر شما بیاریم که در برنامه قبلی جناب نایبی صاحب در مورد عقل در بینش ابن سینا و ابن رشد و مسئله هوش مصنوعی صحبت‌های بسیار بسیار جالب داشتن که حتما مورد استقبال یک دوستا قرار گرفت. دوستای عزیز، برنامه سفر به دنیای فلسفه را شما اینمی لحظه به شکل زنده یا رو در رو یا لایف از تلویزیون بهار میبینین، از برگه فیسبوکی ما میبینین، از برگه فیسبوکی سفر به دنیای فلسفه میبینین و همچنان از برگه فیسبوکی جناب نایبی پسند ها هم شما خواهید دید. امیدوار هستم که این برنامه را ببینین که بسیار جالب است و بازی فرصت همیشه دست نمیده. جناب نایبی صاحب در استودیو تشریف دارن. سلام و درود نایبی صاحب، خوش آمدین، صفا آوردین. امیدوار هستم که یک شنبه شام بسیار خوب و آرام داشته باشه. تشکر راستای گرامی، سلام و احترامات مرا بپذیرین و همچنان سلام و احترامات خود خدمت بینندگان گرامی تقدیم میکنم. قسمی که از عنوان برنامه امشب ما، گفتار امشب ما روشن است، در رابطه با ماده و چیستی ماده صحبت خواهیم کرد. البته مبحث رابطه ماده با آنچه که در عرف روح گفته میشه و یا ذهن و نفس به تدریج صحبت خواهد کردیم، ولی گفتار امشب خود از این معضله به اصطلاح ساده آغاز میکنیم که ماده چیست. اما همین پرسش ساده که ماده چیست یک تاریخ بسیار طولانی داره که البته موضوع بحث ما تاریخ متریالیسم یا دیدگاه های متریالیستی در کل جهان نیست، ولی صرف میخواییم بریم به طرف بحث هایی که در فلسفه و علوم در رابطه با چیستی ماده شده و البته بخش تفکر فلسفی شرق امشب کنار مگذاریم. از جای آغاز میکنیم که پیوستگی بینش های علمی از اونجا آغاز شده. یعنی در غرب و اولین بار در قرن 7 پیش از میلاد، 7-6 پیش از میلاد، اولین فیلسوفان یونان در شهر ملتیا یا ملتیوس که در غرب ترکیه امروز واقع است، مسائل بنیادی فلسفی را مطرح کردند که در رأس از این گروه ها تالس مشهور قرار داشت و اینا کوشیدن که یعنی
بینش اسطوره‌ای و اساطیری را که در هومر و ایلیاد و در دوران شعرا بودن کنار بگذارن و با عقل به توزیع جهان بپردازن. اینها مطرح کردن که در پشت مجموع تنوع پدیده هایی که در جهان است باید یک اصل، یک بنیاد مشترک وجود داشته باشه. چیزی وجود داشته باشه که همه چیز از اون پدید بیاید و دگرگونی جهان توضیح داده بتونه. در اینجا است که برای اولین بار به طور منسجم اندیشه ماده باعث یک جرقه فکری پدیدار شد. اما ناگهان یک متفکر بزرگ، پارمنید، که در گفتار قبلی و در گفتارهای پیشین ازش پیوسته یاد میکردم، پارمنید یا پارمنیدس این تصویری را که مکتب تالس ارائه کرده بود زیر سوال میبره. چرا؟ برای که پارمنید میگه ما فقط میتونیم از هست سخن بگوییم، آنچه که هست، ولی از نیست نمیتونیم چیز بگوییم چون نیست. پس تغییر چگونه ممکن است؟ چون تغییر یعنی چیزی که نیست به هست بیاید. و این مسئله که منطق بسیار بزرگ داره، به آن که پارمنید توجه کنه به طبیعت و اینا، از طریق تئوری، پرداخت اندیشه‌ای، مسئله را مطرح میکنه که نیست یا نیستی یا آدم نیست. وقتی که چیز نتونه باشه چطور ممکن است که به وجود بیاید؟ یعنی تغییر ممکن نیست. و از اینجا است که یک شکاف عمیق به وجود میاد، یعنی به این معنا که حقیقت چیزی است که ثابت و تغییر ناپذیر است و جهانی که در حال تغییر است و تغییر میکنه، یعنی جهان محسوس، صرف یک گمان و یک توهم است. اما به هر صورت این برخورد رادیکال و بنیادی پارمنید مشکل‌های بزرگ دیگری را به وجود می آورد. به این خاطر فیلسوفان بعدی با این نتیجه گیری پارمنید توافق نکردند و کوشیدند که یک راه دیگری را پیدا کنند. اولین گروهی که بینش پارمنید زیر سوال بردن، البته با حفظ بخشی از پرداخت تئوریک پارمنید، اونا اتمگرایان بودن که در رأسش از اینا دموکریت قرار داشت. اینا گفتن باشه، جهان از ذرات بسیار کوچک ساخته شده که تغییر نمی کنن. یعنی بخشی از گپ پارمنید پذیرفتن، اما حرکت میکنن. این ذرات حرکت میکنن و با حرکت خود ترکیب میشن، به هم دیگه وصل میشن. اولین نتیجه که اینا گرفتن این است که درست است، تغییر در خود اشیا نیست، اما در چگونگی ترکیب و آرایششان است. اما مسئله را که اتمگرایان ایجاد کردن و معضله را که ایجاد کردن این بود که اینا گفتن این اتم ها در خلا حرکت میکنن. معضله که به وجود آمد یه بود که خب اتم ها را خب میتونیم بگوییم که اینا ذرات هستن، اما خلا چیست؟ یعنی متوجه میشیم که در امتداد گفتار که داریم تلاش ما این خواد بود که
نحوه استدلال منطقی و فلسفی این فلاسفه را و دانشمندان عرصه فیزیک بتانیم دریابیم و عمق استدلال دریابیم. این راه حل را که اتمگرایان پیشنهاد کرده بودند، پرسش تازه را به وجود میاد که این است که این اگر ماده است در چیز است، رابطه از این با فضا یا مکان چی است؟ آیا فضا یا مکان صرف یک چارچوب است، یک چارچوب، یا خودشان نوع واقعیت داره، نوع وجود داره؟ در اینجا متوجه میشیم که مسئله عمیق‌تر شده میره. یعنی اگر ما وجود اتم ها را بپذیریم، معضله خلا و معضله مکان هم یا فضا هم مطرح میشه. در اینجاست که در همین آغاز ما به یک نقطه بسیار مهم و اساسی میرسیم که مطرح کردن مفهوم یا کاتگوری ماده 3 پرسش بزرگ دیگر را همراه خود داره. یعنی با 3 پرسش دیگر گره داره. یک، که تغییر چیست؟ دوم، که رابطه بین هست و نیست چیست؟ و سومی که جهان از چی ساخته شده؟ این پرسش هاست که هنوز هم تا امروز ادامه داره و ما در گفتار امشب خود پس از این مقدمه که ابراز کردم میریم به توضیح مشرح و گام به گام شناخت ماده در توالی بینش های مختلف فلسفی. از این برداشت، البته مثال هایی را که من ارائه میکنم مثال های بسیار ساده هستند، مثال های زندگی روزمره است، ولی از ورای این مثال های روزمره و ساده هدف ما این است که ما به نحوه استدلال توجه کنیم و برسیم. نخستین مسئله این است که ما اشیایی را که در اطراف خود میبینیم توسط شواهد حسی ما به ما میرسه، ولی قسمی که در مبحث ادراک مطرح کرده بودم و مشرح این مسئله را، این موضوع را مورد بررسی قرار داده بودیم، آنچه را که حواس به ما انتقال میده ظواهر اشیا هستند. یعنی از طریق 5 حس ما صورت یا تصویر اشیا را درک میکنیم، ادراک میکنیم و ما میرسه. اما ای که این اشیا خارج از حواس ما چگونه هستند، قسمی که کانت هم مطرح کرده بود که نومن هستند، یعنی فنومن نیستن، نومن هستند. اینا چی هستند؟ چگونه هستند؟ علم فیزیک که باید بگویم طبیعت شناسی پاسخ به این پرسش میده که البته با همه جنبه های فرضی که داره قابل توجه است. فیزیک به این باور است که تمام پدیده های طبیعت، پدیده میگم درست، تمام پدیده های طبیعت یک منشأ و سرچشمه داره که او حرکت است. نور، حرارت، صدا، همه اینا ناشی از حرکت های موجی هستند. فیزیک برای این پدیده های موجی صرف 2 خصوصیت مطرح میکنه، یعنی که در فضا یا مکان موقعیت داشته باشه و در حرکت باشه. یعنی در کل فیزیک اصل را مطرح میکنه که برای ماده 2 خصوصیت بنیادی را، 2 ماهیت اساسی را مطرح میکنه که در فضا یا مکان بودن است و در حرکت بودن. اما از همین آغاز توجه کنیم که مثلا نور و صدا خودشان حرکت های موجی نیستند. روشنی که برای انسان
از تاثیر برخ امواج نوری روی اس باصره ما، روی چشم پیدا میشن، با خود از این امواج نوری یکی نیست. و همه قسم است اهتزازات هوا که باعث ایجاد اس شنوایی در ما میشه، با خود صدا که یک چیز کاملا حسی و متعلق به اس شنوایی است کاملا فرق دارن، یکی نیستن. این به چی مانا است؟ به این مانا است که جهان بیرون از چشم ما نه روشن است نه تاریک. این چشم است، یعنی یک آله باصره که با نور جهان روشن می سازه. یعنی اگر ادراک نباشه برای ما هیچ روشنی وجود نداره. از سوی دیگه میشه بسیار ساده گفت اگر هیچ چشمی نباشه در جهان در تاریکی مطلق فرو میره. البته گفتن از این که در تاریکی است به معنای از این نیست که امواج نوری، چون خود نور حرکت نمیکنه، امواج نوری خودشان روشن نیستند. یعنی آنچه را که ما به صورت روشنایی میشناسیم، به صورت روشنی میشناسیم، حاصل رابطه دستگاه ادراکی ما با بیرون است. نه روشنایی مانا داره و نه تاریکی، بلکه یک پدیده است. حالا متوجه میشیم که ما وقتی میگیم اشیا در بیرون از ما، وقتی ما ادراکشون میکنیم به ما میرسن، ما صرف تصاویرشان در میابیم ولی خودشان نمیتونیم بفهمیم که چی هستن. یعنی از طریق حواس ما تصور یک شی در ذهن خود ایجاد میکنیم که با خود شی یکی نیست. به همین طریق، با همین استدلال، پس میتونیم بگوییم که تصور را که از مکان داریم که در ذهن ما ایجاد میشه نمیتونه با خود مکانی که خارج از ما است یکی باشه. مکانی که از طریق مثلا از کودکی بر ما عادت میکنیم، مکانی را که از طریق اس لامسه در میابیم با مکانی را که از طریق باصره حاصل میکنیم، اردوش ما یکی فکر میکنیم ولی به یقین که در اثر تجربه جداگانه یکی نیستند. و می ترتیب هر زنده جان فضا یا مکان را در اطراف هستی خود، در اطراف زندگی خود با خود داره که با مکان یا فضای دیگه زنده جان ها، دیگه زندگی ها فرق داره، ولی در مجموع نکته های مشترک با هم دارن در پراتیک دست جمعیشان. اما حال مسئله این مطرح میشه که خارج از این مکانهای ذهنی که ما افراد جداگانه داریم، در خود قسمی که اگر به یاد داشته باشیم کانت مطرح میکرد که مکان یکی از پیش شرط ها یا یکی از عناصر استعلایی یا پیشا تجربی است که برای ما امکان شناخت اشیا را در بیرون میده. اینا خارج از مکانهای ذهنی هر فرد، خود مکان یا فضا که در علم فیزیک مورد بحث است چگونه است. البته که ما میگیم که بین مکانی را که فیزیک مطالعه میکنه، علم فیزیک مطالعه میکنه و مکانهایی را که ما زندگی میکنیم یک نوع تطابق وجود داره، مطابقت وجود داره. خب در زندگی پراتیک و روزمره بشر قابل پذیرش هست، اما ما همون قسمه که هیچ وسیله نداریم خارج از حواس خود،
هیچ وسیله دیگه نداریم که اشیا را آنگونه که بیرون از حواس ما در خود وجود دارن بشناسیم. به همین قسم ما هیچ وسیله نداریم که مکان طبیعی را، قسمی که بیرون از ما و از پرداخت شناختی ما است، او را بشناسیم. یعنی هیچ وسیله وجود نداره که چنین کار را صورت بده. حال میبینیم که به مشکل بسیار اساسی و بنیادی رسیدیم که ماده، مکان، البته زمان، قبلا در مورد زمان در بحث های قبلی صحبت کرده بودیم. ماده، مکان و زمان به قسمی که خارج از ذهن ما هستند چه قسم هستند؟ با مطرح کردن این پرسش، با مطرح کردن این معضله، بشر در واقع فلسفه را بنیاد گذاشت. ما موضوعی تکرار میکنم، هیچگاه خود ما با ماده روبرو نشدیم که بتانیم بفهمیم در خارج از ما چه قسم است. اما با چیزهای مادی روبرو شدیم. یعنی ماده همیشه ماده چیزی است، مثلا ماده میز، ماده درخت، ماده آب و غیره. واژه و مفهوم ماده در آغاز وقتی که مطرح میشه، این در زبان یونانی به معنای که در زبان یونانی هیوله میگن، به معنای مواد و مساله برای صنایع به کار برده میشه. مواد که یعنی به هر چیز جسامت و هیکل میده و در خود یونانی باستان هیوله چوب میگفتن، یعنی چوب ساختمانی را، مثل چارتراش. این واژه، این مفهوم هیوله که از طریق ارسطو انتقال کرد به فلاسفه ما، هم فارابی و هم ابن سینا مستقیما امی واژه را در آثار خود به حینه به حیث هیوله به کار گرفتن. یعنی ماده و موادی که از او چیزها ساخته میشن. این در این برداشت اولیه ماده به حیث یک مساله و مواد خامی است که در مفهوم چوب که انسان او را سر و صورت میده، البته انسان صانع، کسب کار و نجار، گلکار، اینا که از این مواد مساله چیزها را میسازه، به این مواد مساله صورت میبخشه. یعنی به این معنا که هیوله یا ماده او است که شکل‌های مختلف یا صورت‌های مختلف پذیرا میشه، میتونه بپذیره. مثلا در رابطه با مثال که من دادم، مثال بسیار کردکی به اصطلاح، که از چارتراش که چوب است میشه چیزهای چوبی ساخت. مثلا وقت میگوییم که بر از یک چارتراش، از چارتراش بتانیم یک دروازه بسازیم، باید یک عامل وجود داشته باشه، یک صانع وجود داشته باشه که طرح صورت دروازه را بریزه و چارتراش به دروازه تبدیل کنه. نجار این کار میکنه. همچنان میتونه به میز و چوکی و غیره. اما در اینجا متوجه میشیم که خود چارتراش به میز یا دروازه تبدیل شده نمیتونه. پس ما باید وجود دروازه را، اینجا نکته بسیار با تمام سادگیش نکته بسیار بنیادی است که ارسطو مطرح میکنه. برای از این دروازه، یعنی چیستی دروازه را ما نباید در چارتراش جستجو کنیم، بلکه در خود دروازه جستجو کنیم. یعنی سرچشمه یا آغاز تبدیل چارتراش به دروازه برعکس آنچه که میتونیم تصور کنیم خود چارتراش نیست، بلکه دروازه است. تصور دروازه نخست
در ذهن نجار شکل میگیره و چارتراش به سوی خود میکشانه. در اینجا همین دینامیزم گذار از مواد به یک چیز متوجه میشیم که البته در تفکر فلسفی و در طبیعت شناسی بنیادی است. یعنی صورت دروازه سرچشمه و آغاز وجود دروازه است. یعنی طرحی را که در آغاز نجار از دروازه ساخته آغاز وجود دروازه است. یعنی اگر تصور دروازه در ذهن نجار نمی بود، هیچگاه چارتراش به صورت دروازه در نمی آمد. در همین مفهوم بسیار اولیه و ابتدایی از ماده پرسش مطرح میشه که پس آیا تقدم بر ماده یعنی چارتراش است یا بر صورت یا دروازه؟ ببینید با همین مثال بسیار ساده ما یکی از مسائل بنیادی فلسفی را مطرح میکنیم. یا از یک زاویه دیگه هم مطرح کنیم که اگر چارتراش نمی بود دروازه به هر صورت به صورت دروازه چوبی نمی بود. یعنی از آمیزش طرح دروازه با چارتراش است که دروازه چوبی به وجود میاد و شکل میگیره. یعنی وقتی که ما دروازه چوبی را مورد تحلیل قرار میدیم، یعنی میخواییم به اجزایش برسیم، هم به دروازه میرسیم و هم به چارتراش، تنها به چارتراش نمیرسیم و تنها به دروازه نمیرسیم. یعنی در آفریده نهایی یا در پایان پروسه ساخته شدن یک شی، حالا میبینید آیسته آیسته از دروازه گذار میکنیم به شی. در پایان پروسه ساخته شدن یک شی است که ما میتونیم همه عناصر اولیه ساختن از او را، ترکیب از او را به دست بیاریم. حال به جای نجار طبیعت اگر مطرح کنیم، در طبیعت نیز با تحلیل یعنی تجزیه اشیاست که ما میتونیم در نهایت به ماده و صورت برسیم. یعنی اشیای طبیعی هم مثل دروازه صورت و ماده داره. پس هر چیز آمیزی یک صورت با ماده یا انطباق یک صورت با ماده است. صورت به ماده اولیه که فاقد شکل است شکل میدهد و آن را به چیز تبدیل میکند. ذهن ما، ذهن شناسنده، ذهن گیرنده با دریافتن تنها صورت ها است که میتونه بین اشیا تفاوت قائل شوه و دریابه. یعنی یک شی از شی دیگه متمایز بسازن، نه از آنچه که ساخته شدن. ارسطو امی تفکر بنیادی اولیه را از آن خود می سازه و به اساس امی برداشت از رابطه ماده با صورت مسئله ماده را مطرح می کنه. بر از او که البته در مبحث تکنیک روی از این نکته من تاکید کرده بودم که در بینش ارسطو تکنیک، صنعت یک رقم تقلید طبیعت است. هنر همچنان بینش ارسطو مطرح بود. در اینجا ارسطو به طرف معکوس میره، یعنی استدلال خود از صنعت یا از فن و تکنیک شروع میکنه تا به طبیعت برسه. در اینجا هم مثال را که البته خود ارسطو مثال مجسمه یا تندیس میتونم که من اینجا مثال دروازه را دادم،
اما قسمی که یک شای از طریق صنعت یا فن ساخته میشه، روند طبیعی به همین شکل است. یعنی پدید آمدن موجودات هیچ گونه تغییر در رابطه بین صورت و ماده به وجود نمیاره. یعنی چی طبیعت بسازه و چی یک صنعتکار. طبیعت به خودی خود موجودات اشیا را به وجود میاره و صنعتکار از طریق مطرح کردن یک طرح به شی میرسه. موجودات طبیعی دارای شکل و ماده هستند. یعنی شکل در یونانی قسم صورت که در تمام فلسفه قدمای ما از فارابی گرفته تا ابن سینا و ابن رشد و اینا محفوظ مانده، یعنی در مکتب مشایی، مکتب مربوط به فلسفه ارسطو، هیوله و صورت که صورت در یونانی البته آیدوس میگن که خب افلاطون هم به شکل دیگه آیدوس مطرح کرده بود که مثلث با داخل از این بحث نمیشون. پس موجودات طبیعی و فرآورده های صنعت هر دو دارای شکل و ماده هستند. و نکته جالب دیگه که ارسطو پیش میره، ارسطو میگه وقتی ما تجزیه و تحلیل میکنیم به یک حد میرسیم، به یک لیمیت به اصطلاح میرسیم. مثلا تمام چیزهای چوبی به یک حد میرسه که چوب است. ارسطو میگه اینمی حد نهاییه که اشیا ازش ساخته میشن، اینمی ماده هست. یعنی از مثال دروازه و چوب که مشروع کردم یا خودش از مفرق یا مرمر و تندیس شروع میکنه، میرسیم به این که ایره میتونیم که تعمیم ببخشیم بر همه موجودات، بر همه اشیایی که در جهان است تعمیم ببخشیم و بگوییم که در نهایت وقت تمام اشیا را تحلیل میکنیم و تجزیه میکنیم در یک جای میرسیم که دیگه پایان شده نمیتونیم. از چیزهای چوبی در چوب میرسیم. که البته با همین مثال که من دادم در این واژگان یا ترمینولوژی فلسفی ارسطو چوب گوهر است و دروازه صورت. بعد می‌بینیم که چگونه از راه دیگه این مسئله را مطرح میکنه. در امی کتاب مشهور خود که فیزیک است یا سماع طبیعی، ابن سینا جای میگه، به یادم آمد که نقل کنم، جای گپ جالبی داره، به خاطر از اینکه ما بتانیم مفهوم گوهر خوب در ذهن نگاه کنیم. میگه وقتی یک تخت چوبی را اگر در زمین بکاریم، زیر خاک کنیم، اگر شرایط به وجود بیاید که این تخت برویه، تخت نمیرویه، چوب میرویه. به این معنی که گوهر تغییر نمیکنه، فرم یا صورت تغییر میکنه، گوهر تغییر نمیکنه. این مثالش برای ما در این عرصه که ما داریم مادر مورد بررسی قرار میدیم مهم است که ماده اگر گوهر اصلی هست تغییر نمیکنه، تنها فرم ها یا صورت ها تغییر میکنه. به این اساس ماده حد وجودی یا حد انتولوژیک اشیا و ذوات است. یعنی برای یافتن چیز نمیشه ما فروتر از ماده بریم. من قسم اگر ما
میتونیم این سیر توضیحی را که از دروازه به طرف چوب رفتیم معکوس بسازیم. یعنی چی بگویم؟ بگویم که ماده اساس و بنیاد شکل پذیری اشیا است و اون قسمه که چوب ماده یا مواد شکل پذیری دروازه، چوکی و میز و غیره است. ماده اساس یا مایه شکل پذیری تمام موجودات یا هستنده است. در روند امی توزیع ماده و صورت ما البته کار است که ارسطو میکنه، میگه خب دیدیم که دروازه از چهارتراش بیرون شد. یعنی در واقع چهارتراش با هم چهارتراش بودن خود بالقوه دروازه است، هم میز است هم چوکی است. یعنی این ظرفیت یا این توان را، یعنی بالقوه است، این توان را در خود داره که به هر چیز چوبی تبدیل شود. یعنی عملیه نجار است که چهارتراش به دروازه و به میز و به اینا تبدیل میکنه. در واقعیت امر چهارتراش دروازه بالقوه است و دروازه چهارتراش بالفعل است. مثال های قبلی را که داده بودم که دانه بالفعل دانه است ولی بالقوه گیاه است. در اینجا میبینیم که ماده بالقوه همه چیز است. با همین مثال در میابیم که مثال چوب چهارتراش که ماده بالقوه همه چیز است ولی آب مثلا ماده است که بالفعل شده و آب شده. چگونه ممکن است که دروازه از چهارتراش بیرون شود؟ این عمل حرکتی است که در چهارتراش وارد میشه و او را از صورت چهارتراش بیرون میکنه و به صورت دروازه میاره و همچنان کاملا مطابقت پیدا میکنه با آنچه که بالقوه است و به بالفعل تبدیل میشه. یعنی گذار از دروازه بالقوه به دروازه بالفعل. اینمی حرکت میگن. آنچه که از بالفعل از بالقوه به بالفعل میرسه حرکت است. البته در اینجا متوجه هستیم که مفهوم حرکت به حیث یک مفهوم بسیار عام مطرح شده است که یعنی حرکت مکانی یا انتقالی نیست. امی حرکت از صورت دروازه که انطباق پیدا میکنه بر چهارتراش و میرسه به دروازه، این یک حرکت معین است و به حیث مفهوم کلی حرکت میشه در نظر گرفته شود. پیشتر خب گفتیم دروازه و چهارتراش. گونه دیگه هم میشه که ما این مسئله را مطرح کنیم که وقتی دروازه از طرح از چهارتراش به دروازه محقق یعنی تحقق یافته میرسه، این گفتیم در اثر کشش صورت یا صورت دروازه است که شکل یا تشکل دروازه رخ میده. یعنی در واقع شکل دروازه چهارتراش یا ماده را به سوی خود میکشانه. یعنی گذار از ماده
به ذات صورت میگیرد. دروازه ذات است. پیشتر تکیه کرده بودم روی از این نکته که چهار تراش گوهر است و دروازه ذات. یعنی این گذار که شکل دروازه از چهار تراش به خود دروازه میرسه، این حرکت اول است. و به همین قسم گذار از بالقوه به بالفعل، این را میگیم حرکت دوم. ولی متوجه میشیم که هر دوی از این حرکات یکی هستند. یعنی گذار از ماده به شی و گذار از شی بالقوه به شی بالفعل عین چیز است. این استدلال نسبتاً ساده ولی بنیادی واضح است که بنیاد تفکر بعدی شناخت طبیعت و علم فیزیک می سازد. در اینجا متوجه میشیم که در این نکته اساسی است که ارسطو میرسه به این کشش صورت که شی دروازه را میسازه و هم گذار بالقوه به فعل، هر دوی از اینا یک حرکت است. یعنی در امی آغاز وجود اشیا با ماده و حرکت پیوند دارند. به این اساس ماده و حرکت پیوسته پس از این که ارسطو در کتاب فیزیک مسئله حرکت مطرح میکنه، ماده و حرکت در مجموع علوم فیزیکی یک جای مطرح میشن. یعنی حرکت و ماده پیوند وجودی یا آنتولوژیک دارن که از امی دلیل اولیه و عمیق ارسطو تا امروز حرکت و ماده به حیث دو مفهوم وابسته به یکدیگر تمام موضوع طبیعت شناسی یا علم فیزیک می سازند. بینش ارسطویی از ماده و صورت به حیث خط مسلط در طرح مسئله ماهیت ماده تا سده 17 ادامه یافت. در طبیعت شناسی یا در فیزیک ارسطو، دوستایی که کتاب فیزیکش خوانده باشن متوجه خواهد بودن، در طبیعت شناسی ارسطو جهان انباشته از ماده است و جایی که در آن ماده نباشد وجود ندارد. ارسطو وجود خلا را غیر قابل تصور می‌پندارد. بعدا می‌بینیم که این معضله خلا که تا امروز فیزیک بهش مواجه است، چگونه معضله شناخت ماده را به طور موازی دنبال میکنه. تنها در سده 17 موضوع خلا در برابر فلسفه ارسطو مطرح میشه، یعنی که ممکن است وجود داشته باشد. از دید ارسطو وقتی یک شیء مشاهده میکنیم از خود میپرسیم که شکل از او چه است و ماهیتش قسم است. مثلا پیشتر گفتیم میز در نظر بگیریم، صورتش میز است و ماهیتش چوب است که یعنی میز باعث یک شیء نه میتونه از صورت خود جدا باشه، نه میتونه از ماده خود. حال چگونه در سده 17 این برداشت تئوری ارسطویی ماده صورت کنار گذاشته میشه و معضلات جدید به وجود میاد. نخستین فرصت داریم نخستین برخورد را که با این تئوری میکنه گلیلی است. گلیلی نیمه دوم قرن 16 و نیمه اول قرن 17 میلادی است
که خودش یک انجینیر عرصه تولید ماشین‌آلات بود و در ونیز زندگی میکرد. او متوجه شد که در رابطه با مقاومت اشیا متوجه شد که به هر اندازه که مقدار ماده در یک شی زیاد باشه مقاومتش کم است. جالب است. فشار که از بیرون بر یک ماده که مقدارش زیاد است وارد شود، این ماده مقاومتش کمتر است. ولی برعکس هر قدر مقدار ماده کوچک می باشه مقاومتش بیشتر است. این مشاهده گالیله را به این وادار ساخت که یک چیزی را به نام به هم چسبیدگی ماده مطرح کنه. این با استدلال واضح با مشاهداتی که داشت به این استدلال رسید که طرح ارسطو در رابطه با عدم خلا درست نیست. برعکس مطرح کرد که خلا در جوفهای ماده جا داره و باعث مقاومتش میشه. یعنی وجود خلا به ذره های ماده امکان میده تا به سوی یکدیگر کشانده شود. یعنی وقتی دو ذره ماده توسط خلا از هم جدا میشن، این ذرات شدیداً تمایل پیدا میکنن که به هم بچسبن. از همینجا بود که این میل به پیوند یا قوه جاذبه عامل مقاومت ماده در برابر فشارهای بیرونی میشه. گالیله تنها به این بسنده نمیکنه و با تکیه بر وجود فرضی خلا و مطالعه تئوریک سقوط اجسام در خلا میپردازه. یعنی قسمی که در بخش تجربه فکری یا تئوریک مطرح کرده بودیم در صحبت‌های قبلی، تجربه را تصور میکنه که در او خلای مطلق باشه، یعنی استکاک صفر باشه. گالیله مفهوم خلا را به حیث یک مفهوم تئوریک داخل فیزیک کرد و به می اساس بود که قانون سقوط اجسام مطرح کرد و کشف کرد. دوباره روی از این مسئله برنمیگردم. اما مسئله خلا، وجود خلا تنها در رابطه با ماده و سقوط اجسام نه، بعد از نگاه فلسفی مسئله بسیار جنجال برانگیز را به وجود آورد. به این معنا که چیزی که این خلا، چیزی که ادراک نشدنی است، دریافت نشدنی است، حس نشدنی است، چی چیزی هست؟ یعنی که کاملا غیر مادی و چطور میتونیم که ای را بفهمیم. در برابر گالیله، نیو دکارت این بینش وجود خلا را رد میکنه و میگه که این یک تصور بوده بر از اینکه پراگنده شدن ماده تصور خلا را ایجاد میکنه، در حالی که تراکم و پراگندگی دو وضعیت ماده هستند و نمیشه که ما پراگندگی بی‌نهایت خلا بگوییم. آنچه که خواستم که روی از این تسلسل بینش ها تکیه کنم به خاطر نحوه استدلال است که چگونه این دانشمندان با استدلال پیش میرن که باز
بعدا متوجه میبینیم که تا امروز تنها امی خط استدلال تئوریک اینا را به جاهای بسیار جالب میکشانه. و همزمان که البته بینش گلیلی را دکارت رد میکنه در رابطه با وجود خلا، همزمان بینش ارسطو را کنار میگذاره. نه ماده را باعث قالب یا قالب چیزها و نه آنچه که ازش ساخته میشن و بالقوه را اینا را کلش کنار میگذاره و ماده را چه قسم تعریف میکنه. دکارت میگه ما خواهیم دانست که ماهیت یا سرشت ماده یا اجسام به طور عموم در سختی، سنگینی، رنگینی یا قابلیت آنها در انگیزش حواس ما نیست. سرشت ماده، دقیقاً سرشت ماده صرف جوهر امتداد یافته در درازا، پهنا و ستمراست. البته ترجمه ما هست از اصول فلسفیش. چی میگه دکارت؟ دکارت میگه که سرشت ماده یک جوهر است. یک جوهر است، مثل گوهر گفتیم، مثل چوب و غیره، ولی ایره امتداد یافته در طول، عرض و عمق، یعنی در ابعاد. البته شاید تو تصور شود که گویا دکارت ماده را تقلیل میته به ابعاد. نه، منظورش این نیست. منظورش این است که یک جوهر امتداد یافته در ابعاد است. یعنی آنچه را که ما از ماده میشناسیم و میتونیم بشناسیم گره داره با ابعاد، با طول، عرض، ضخامت. و اتومات نتیجه میگیره که تنها با امی بینش است که ما خواهد دانستیم ماده را اندازه کنیم و با امی بینش است که چون ما جوهر ماده را پیوست یافته، قسمی که در آغاز گفتم که ماده و حرکت با هم پیوند انتولوژیک دارن، برای دکارت سرشت ماده، گوهر ماده با ابعاد پیوند انتولوژیک یا وجودی داره. و این خاطر هم است که یعنی با شناخت ابعاد ما میتونیم که ماده را اندازه کنیم. اما مشکل باقی میمانه و دکارت به جای خلا میگه نه، در بین ذرات یک ماده سیال و بسیار شفاف وجود داره که همین ماده سیال و شفاف است که با حرکت خود در اطراف سیاره ها و اینا باعث حرکت دورانی و باعث حرکت انتقالیشان میشه و غیره. یعنی تصور را ایجاد میکنه که تئوریش پایه بگیره، بنیاد بگیره. از دید دکارت ماده مثل یک اسفنج است. اسفنج است که در جوفهای از او همین ماده سیال و شفاف در گردش است. در این برداشت اسفنجی از ماده اتم وجود نداره. برای دکارت ذره های تقسیم ناپذیر، جالب است، وجود ندارن و نمیتونن وجود داشته باشن. چرا؟ به خاطر از این که او با بنیاد اعتقاد دینی که داشت میگفت آفریدگار توان او را داره که کوچکترین ذره ها را هم باز هم بشکنانه. دکارت به دوبونی یا ثانویت
اعتقاد داشت. دوبنی به این معنا است که دو گوهر کاملا جدا از هم میتونن با هم یک جای شود و او در بدن انسان است، او ماده و روح است. ولی ارسطو مطرح میکرد که ممکن نیست یک گوهر با یک گوهر دیگر بیامیزد، که این مسئله هم تا دیر مسئله وجود زنده جانه که البته در بحث های بعدی خواهیم آمد، بحث نفس روح اینا. برای دکارت دو بن وجود داره، ماده و روح. فیزیک ماده یا هستنده های بودمند دارای ابعاد است مورد مطالعه قرار میده. اما برای دکارت برای دکارت بین اجسام زنده و ماشین هیچ فرق بنیادی وجود نداره. در ماشین پیچ‌ها و فنرها و نل‌ها و دیگر پرزه ها چنان ترکیب می‌یابند که ازش ماشین ساخته میشه، در حالی که در اجسام زنده ما این پیچ و مورها را نمیتونیم با چشم ببینیم ولی وجود دارند. یعنی برای دکارت طبیعت و انسان ثانی عین کار انجام میدن، اجزا و پرزه ها را ترکیب میکنند. همین بینش دکارت بینش مکانیستی از هستی نام گذاشتن که یعنی مجموعاً هستی یک مکانیزم است. فکر میکنم که گفتار امشب خدا به همینجا به پایان میرسانیم و این به اصطلاح حماسه مادر، شناخت مادر در گفتار بعدی دنبال میکنیم تا به جاهایی که بر ما قانع کننده باشه برسید. از توجهتان تشکر. اگر پرسشی باشه. تشکر راستای گرامی. فکر میکنم اگر من که پرسش نمیبینم. بس ما در همینجا صحبت ما امشب در همینجا تا جایی رسیدیم که به دوگرایی یا دوبنی یا دوالیزم دکارت رسیدیم. پس در گفتار بعدی اثر خواهد گرفتیم. تشکر. نایبی گرامی سپاسگزار. با پوزش که یک 3-4 دقیقه بعد برنامه دیگه تلویزیون بهار شروع میشه. فقط خدمت شما و بیننده ها بگویم که همونطور که به توافق رسیدیم با شما و جبارخیل صاحب، سر از هفته آینده برنامه های سفر به دنیای فلسفه ساعت 8 شام اروپا، 11 صبح کالیفرنیا و احتمالاً که فکر میکنم با وقت آسیا 10 شب میشه، از طریق تلویزیون بهار و سایت هایی که پیشتر گفتیم پخش خواهد شد. جناب نایبی صاحب گرامی سپاسگزار هستیم از شما. تا برنامه بعد. شب خوش. سفر به دنیا